آموزشی من خیلی خوش اومدید. من نرگس هستم. لطفاً ویدیو رو تا انتها ببینید و اگر که دوست داشتید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بچه‌ها سلام، به این بخش از ویدیوهای آموزشی خوش اومدید. توی بخش‌های پیش در مورد اجزای صورت مثل چشم، بینی، لب، فرم کلی صورت، مدل رویش مو، محل رویش مو، اجزای صورت و اینکه هر کدوم توی چه قسمتی قرار میگیرن با همدیگه صحبت کردیم. الان توی این ویدیو با همدیگه میخوایم یه فرم کلی از صورت رو بکشیم که ببینیم روی دست مشتریمون طرحی که میخوایم بکشیم در نهایت چه شکلی میشه. فرض رو بر این بگیرید که من یه نقاشی حالا کنارم هستش که دارم مطابق اون میکشم دیگه. الان دیگه حالا نیازی به نقاشی نیست، من ذهنی یه طرحی رو از خودم میکشم. اما نکاتی که میخوام بهتون بگم نکاتی هستش که موقعی که میخواین طراحیتون رو انجام بدین باید بهش توجه بکنین و حواستون به اون بخش از طرحی که دارین میکشین باشه. من ویدیو رو زوم کردم، تخم مرغ برعکسی که گفتم برای فرم صورت لازم هستش رو کشیدم که از قبل آماده باشه. مدل فرضیمو با یه صورت گرد تصور کردم، خواستم که صورتش یه مقدار گرد باشه. اولین کاری که میکنم فرض رو میخوام بر این بگیرین که این دست مشتریتون هست و اینم ناخون مشتریتون هست. در واقع این طرح من داره روی این قسمت از ناخون مشتری کشیده میشه، یعنی یه جورایی این طرح من بزرگ شده این طرح هست. این چشمی هستش که اینجا کشیدم. حالا میام این طرح رو اینجا پیاده سازی میکنم. اولین قدمی که واسه اینکه بتونم طرحمو انجام بدم باید برم نقاط طولی و عرضیم هستش که توی تصویر الان مشخص میکنم، اما شما سعی کنین که ذهنی نقاط طولی و عرضی رو مشخص بکنین و صرفا روی تصویر نرین. نقاط طولی و عرضیم رو مشخص میکنم. بعد از اینکه این نقاط مشخص شدن جای چشمم رو مشخص میکنم و محل رویش مو. اولین بخشی که توی ویدیوهای قبلی یاد گرفتیم رویش مو بود. برای رویش مو هر طرحی که حالا موت هستش که آخر کار حالا یه مو فرضی هم میکشیم در نظر میگیریم، مطابق عکست میای روی صفت پیاده میکنیم. محل بعدی که بعد از مو بود محل ابرو بود و محل بعدی که بعد از اینها بود قسمت چشم بودش. الان من میخوام یه نکته خیلی مهم رو توی این بخش بهتون بگم. ببینید علاوه بر این که نقطه طولی رو انتخاب کردیم، ما برای اینکه یه طرح بکشیم یه چشم و ابرو داشته باشیم، حالا مثلا اینجوری یه فاصله بین این چشمه هست دیگه. من این فاصله رو باید اینجا به صورت مساوی چون عکسم تمام رخه مشخص کنم. با توجه به اینکه سوژم چقدر چشمش به هم دیگه دوره یا به هم نزدیکه میام اون رو تعیینش میکنم. مثلا چشم سوژه من انقدر از جلو فاصله داره و از پشت هم اندازش انقدره. میام اندازه حدودیش رو میکشم روی ناخونم که بدونم که اندازش چقدره. پس این نقطه یعنی نقطه دومی که از طولی و عرضی دارم جدا میکنم برای من مهمه، به این خاطر که میاد فاصله چشم و ابرو و فاصله بینی سوژه منو مشخص میکنه. بعد از اینکه این فاصله معلوم شد میام طرحی که برای چشمم دارم و میکشم. مثلا طرحی که چشم من داره توی این عکس همچین مدلیه. مثلا مدلم یه همچین حالتی رو داره. این یه چشمشه، این همون یکی چشمشه. تمام این قسمت هایی که دارم میکشم رو موقعی که طراحی ناخون میخوام بکنم روی ناخون بهشون حواسم هستش که به چه صورتی باید انجام بشه. گوشه های چشمم رو حالت خط چشم مانند میام پر میکنم
گوشه این چشممم عین یه خط چشم زیبا میام پرش میکنم. سعی کنید دوتا چشمتون رو به یه اندازه در بیارید و مدلی که دارید میکشید چشماش مساوی باشه. بعد از اون میام مردمک چشمم رو تعیین میکنم جایگاهش رو. دیگه جایگاه مردمک چشمتون بستگی به این داره که سوژه‌تون چجوری باشه. اگر سوژه‌تون طرحش نصفه بود، مردمک چشمش هم نصفه و فاصله دار میکشی. اگه مثل مال من کامل بود، کامل میکشی. موجه رو میام تعیین میکنم. موجم که همونجوری که بهتون گفتم گوشه ها بلند و هر چقدر تر هم به سمت جلو میام تعدادش کمتر میشه. گوشم بلند، هرچی به سمت جلو میام تعدادش کمتر میشه. از پایین هم همونجوری که گفتم به همین منوال هرچی به سمت انتهای کارم دارم میرم موجم کوتاه‌تر میشه. بعد از اینکه چشمم رو تعیین کردم میام ابرو تعیین میکنم. جایگاه ابروم مثلا یه همچین جاییه. باز میگم این بستگی داره به اینکه طرحتون کجای کار باشه، اصلا طرحتون چه جوری باشه. یکی ابروش پهنه، یکی ابروش باریکه، یکی ابروش کوتاه، بعضی اصلا ابرو ندارن یا بعضی ها ابروشون یه خطه مثلا مولا. بستگی داره دیگه، بستگی به این داره که طرحی که شما دارین میکشین روی ناخونتون چهره چه مدل ابرو یا چه مدل صورتی داشته باشه. من بر فرض و خواستم بر این بگیرم که مدل من یه همچین مدلی هستش. بعد از اینکه جایگاه ابرو من مشخص شد توی طراحی که خواستم انجام بدم میرم سراغ بینی. همون جوری که بهتون گفته بودم برای بینی میام اول یه دایره بزرگ در نظر میگیرم، بعدش 2 تا دایره کوچیک در نظر میگیرم که محل اتصال این 2 تا میشه بینی. توی ویدیوی بینی اینو کامل بهتون توضیح دادم. اگر که ندیدید هنوز برید دوباره از اول بینی رو ببینید تا این قسمت براتون یادآوری بشه. انتهای کارم هم وصل میکنم و برای پرشم همونجوری که قبلا گفتم ازش فاصله میدم. بعد از اینکه این اضافه ها پاک شد میرم سراغ لبم. توی این بخش لبم رو توی این قسمت در نظر میخوام بگیرم و مجدداً با 2 تا دایره فرضی که در نظر دارم و یه دایره بزرگ برای پایین لبم رو انتخاب میکنم. توی طراحی که میخواین انجام بدین بچه ها قرار نیست تمام این ریز جزئیات روی ناخون کشیده بشه. من الان این ریز جزئیات رو براتون کشیدم تا با طراحی که میخواین انجام بدین آشنا بشین. بعد از اینکه آشنا شدین و روی ناخون چند بار انجام دادین و کامل مسلط شدین و یاد گرفتین دیگه نیازی به کشیدن اینا نیست. منم توی ویدیوهای آینده که قراره براتون بگیرم دیگه اینا رو نمیکشم. الان چون جلسه اول هستش من دارم اینا رو میکشم که کاملا متوجه بشید که کدوم قسمت از صورت چجوری قراره کشیده بشه. حالا توی این مرحله میام اول لبم و بالاش رو میکشم طبق اون دایره‌ای که داشتم. بعد از اینکه بالاش رو کشیدم بهش فرم میدم. بعد قسمت پایینم این قسمت رو میکشم و به لبم فرم میدم. بعد از اینکه اینم کشیدم تموم شد با پاک کنم طرح اضافه رو توی مرحله پاک میکنم تا ببینید که طرح نهایی چه اتفاقی براش افتاده. بعد از اینکه اینم پاک کردم و تموم شد قسمت چونم و اون مدلی که هست میکشم. میمونه فقط قسمت رویش مو. قسمت رویش مو سلیقه‌ایه و بستگی به این داره که طرحی که شما دارید چی باشه. مثلا من اینو در نظر میگیرم که رویش مو این تصویر من به این صورته.
اینجا یه موه کوچولو میندازم. و قسمت هایی که طرح انداختم و که حالا توی قسمت هایی بعد بهتون یاد میدم که با لاک ژل شروع میکنم به سایه زدن و بعد از اینکه سایه زدم خطای مو رو میندازم که انشالله توی ویدیوهای آینده حتما با هم دیگه انجامش میدیم. توی قسمت چشم فقط یه مسئله میمونه، قسمت مردمک چشمتون هست که مردمک چشمتونم هر چقدری که توی عکستون بود بستگی داره به اینکه عکستون چی ازتون بخواد. اون چیزی که عکستون خواست مقدار مردمک چشمتونم مشخص میکنید. پس این طرح در واقع شد همین طرحی که این قسمت انجام میشه، گردنشم حالا بر فرض یه همچین چیزی میگیریم و ادامه کار و لاک زدنمون. پس این یه طرح کلی شد از انیمیشنی که میخوایم روی ناخونمون بکشیم. طرح کلی که باید داشته باشیم که بعد از این لول بیان شروع کنیم به سایه زنی. بینی رو سایه بزنیم، سایه‌ش رو براش بکشیم، چشمش رو بکشیم، لبش رو رژ لب بزنیم و قسمت‌های مختلف که توی ویدیوهای بعدی که با هم دیگه انیمیشن رو روی ناخون قراره کار کنیم انشاءالله میبینیم. تکرار و تمرین انجام بدین. عکسای انیمیشن های مختلف، باربیا، کارتون هایی که انیمیشنی هستن رو حتما نگاه کنید. عینشون رو روی ورق کاغذ بکشین که دستتون کامل راه بیفته. بعد از اینکه دستتون راه افتاد وارد ناخون بشین. بچه ها تا زمانی که کاملا روی این بخش ها مسلط نشین یه طرح خیلی عالی رو روی ناخون نمیتونین پیاده کنین. پس در نتیجه کسایی که نقاشی بلد نیستن، کسایی که استارت کارشون و میونشون با طراحی کردن خوب نیست، اولین کاری که باید انجام بدین اینه که بیاین طرحاتون رو روی کاغذ به شکل‌های مختلف بکشین. بعد از اینکه کشیدین و تموم شد و کاملا حرفه‌ای شدین، بعدش اون طرح رو بیاین وارد دستتون بکنین. حالا دیگه این طراحی‌ها، این انیمیشن‌ها، این مدلایی که میکشین شکل‌های مختلفی داره. هر کدومشون یه طرحی دارن، بستگی به این داره که طرحی که انتخاب میکنین چه شکلی باشه. یکی چشمش درشته، یکی چشمش ریزه، یکی بینی درشتی داره، یکی بینی کوچیکی داره. اینجور طرح‌ها دیگه متفاوت هستن و بسته به این هستن که طرحتون چی بخواد. اما فرم کلی که باید برای کشیدن انیمیشن روی ناخون آموزش ببینید همین هستش. ما بقیش دیگه سلیقه‌ای هستش. لب چجوری باشه، بینی چجوری باشه، چش چجوری باشه، کاملا سلیقه‌ای هستش و هر کسی با توجه به سلیقه‌ای که داره و طرحی که میاره شما موظف هستین که بکشین. بنابراین چیزی که از شما میخوام بعد از دیدن این ویدیو این هستش که مجددا ویدیوهای قبلی رو از اول ببینین، اجزای مختلف صورت رو تمرین بکنین. بعد از اینکه اجزای مختلف صورت رو تمرین کردین بیاین یه فرم کلی از صورت رو بکشین، جایگذاری کنین، فاصله چشما از هم، فاصله پره های بینی، فاصله دو لب از هم، فاصله چشم و ابرو از هم و ما بقیه بخشا رو کاملا آزمایش کنید، تکرار و تمرین کنید تا یاد بگیرین و وارد مبحث بعدی یعنی آموزش طراحی ناخون روی خود ناخون به وسیله لاک ژل و قلم با هم بشیم.